با شهر بوستون 550 واحد واکسن وارد شده است. با این مقدار واکسن تمام کارمندان ساحه تندرستی شهر از ایمونیزاسیون گذشتند. با ساکنان شهر باشد تنها 100 واحد باقی ماند که با آن قسم کمی اهالی توانستند از ایمونیزاسیون گذرند. آنها با واحد واکسن شرکت استرازنیکا از واکسیناسیون گذشتند. این و دیگر مسائل ها در نشست مطبوعاتی شهر بوستون مورد محاکمه قرار گرفت. رئیس شهر بوستون رانا هاشم زاده قید نمودند که بسیاری ساکنان شهر در شهر خوجند کار و فعالیت دارند. از این سبب آنها از طرف کارخانه نیز توانستند از واکسیناسیون گذرند. 500 واحدی که گفتن در شهر بوستون بغیر از اون شخصانی که در بیمارخانه و در خط ما امین و واکسیناسیون گرفتن، بسیاری شهروندان شهر بوستون در شهر خوجند فعالیت میکنند. در شهر بابجان غفور آنها از همین جای کارشان هم علاقه پورا واکسیناسیون گرفتگی. ما این که 500 واحد این ما خطا میکنیم چون که علاقه قریب که امروز در خط بیمارخانه نسبتا آدما علاقه با خبر شدن بعضی حتی تشویقات ها بود، لیکن تا این وقت یکان خیر ما باشیم افت وجود گشنه یکان آریزه شده گشنه آن شخصانی که امروز واکسیناسیون گذرانده شدن سلامتشان بهتر حس میکنند. شماره سرایت یافتگان به بیماری کووید 19 در شهر بوستون 74 نفر را در بر گرفت. از این شماره 64 نفرشان صحت گردیدند، 10 نفر در قید قرار دارند و 7 نفر باشد در بیمارخانه بستری شدند. یگان حالت فوت در شهر بوستون به قید گرفته نشده است. متخصصان ساحه تندرستی ابراز نمودند که نسبت به سال گذشته امسال شماره سرایت یابی شخصانی میان سال جوانان زیاد گردیده است. حاضر ما از 40 سال بالا سر کردیم، از 40 سال بالا ما 12648 نفر استقامت کنیم شهر بوستون باشد. ما بار اول 550 واحد که رسید، اول کارمندان ساحه تندرستی هم بیمارخانه هم ساحه کسب و هم به پولی که گرفتیم، اینجا کارمندان خدمات نظام دولتی سنجی تکنولوژی هم گرفتیم و کم مقداری که 100 واحد دیگه مونده بود اهالی به گذارم. ما به هفته آینده در است که باز دسترس میشه و دوام میدیم. در نشست مطبوعاتی مسئله مهاجرت بررسی گردید. در 6 ماه اول سال 2021 از شهر بوستون 747 نفر شهروندان به مهاجرت مهنتی سفر نمودند. از جمله 596 نفر مرد و 151 نفر زنان بودند که نسبت به همین دوره سال گذشته 320 نفر زیاد می باشند. در نیم ساله اول سال روان 65 نفر شهروندان شهر بوستون از مهاجرت مهنتی به وطن برگشتند که از آنها 37 نفر مرد و 28 نفر زن می باشند. نارسایی آب بستگی دارد به کانال خوجه باقرغان. شهر بروسو اینجا اویدی تنقیصی آب نوشابی که شما اینجا قید کردید که از وی خوجه باقرغان ما آب نوشابی از وابستگی از خوجه باقرغان نداریم. تنها داریم ما فقط آب‌های پلیف میگوییم برای همین آب دادنی و جویبارهایی که در شهر بوستون میگذره آب همینجور ما استفاده میبریم، لیکن ما در همین وقتی که حاضر وقت یگان خود ما تنقیصی آب نشد. گزارش مهرانگیزی عبداحد و یوسف یونوسف برای برنامه اطلاعاتی خبر.